کامیون‌های مفصلی غول‌پیکر با ابعاد بیش از 10 متر و وزن بیش از 30 تن برای انتقال مقادیر زیادی شن یا سنگ در پروژه‌های ساختمانی یا استخراج در مقیاس بزرگ استفاده می‌شوند. اینها 10 تا از بزرگترین کامیون‌های مفصلی در جهان هستند. شماره 10 آسترا ADT 40 یک کامیون با استحکام و مقاومت بسیار بالاست که در ایتالیا تولید شده است. برای ایجاد کشش و پایداری در هر نوع زمین طراحی شده است. ابعاد آن 10 متر طول، 3.7 متر ارتفاع و 29 تن وزن دارد. می تواند 37 تن بار یا 22 متر مکعب را حمل کند و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 400 لیتر است. موتوری با قدرت 455 اسب بخار دارد و می تواند به حداکثر سرعت 50 کیلومتر در ساعت برسد. این کامیون می تواند برای مدت طولانی بدون نیاز به تعمیر کار کند و به آن امکان می دهد هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. شماره 9 لیبهر TA230 یک کامیون بسیار کارآمد است که در آلمان تولید شده است. این ماشین برای حمل مواد در جاده‌های بسیار پرچالش طراحی شده است و تا حد امکان آزمایش شده است. ابعاد آن 14 متر طول، 3.4 متر ارتفاع و 24.6 تن وزن دارد. می تواند 28 تن بار یا 18 متر مکعب را حمل کند و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 365 لیتر است. موتوری با قدرت 360 اسب بخار دارد و می تواند به حداکثر سرعت 57 کیلومتر در ساعت برسد. دارای سیستم کنترل کشش است و با ساختاری ساده و سریع حداکثر کارایی را فراهم می کند. شماره 8 دوسان DA45 کامیونی تولید شده در کره جنوبی است که برای دستیابی به بهترین بهره‌وری در شرایط کاری مختلف طراحی شده است. ابعاد آن 10 متر طول، 3.8 متر ارتفاع و 30 تن وزن دارد. موتوری با قدرت 500 اسب بخار دارد و می تواند به حداکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعت برسد. دارای یک کابین جادار مجهز به کنترل‌ها و مانیتورهای ارگونومیک است. می تواند 41 تن بار یا 26 متر مکعب را حمل کند و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 500 لیتر است. دارای سیستم تراز خودکار و سیستم جلوگیری از واژگونی می باشد. شماره 7 جان دیر 460 یک کامیون قابل اعتماد و کم مصرفه که در ایالات متحده ساخته شده. با در نظر گرفتن راحتی اپراتور و سهولت استفاده طراحی شده. ابعاد آن 16 متر طول، 3.9 متر ارتفاع و 31.7 تن وزن داره. میتونه 42 تن بار یا 27 متر مکعب رو حمل کنه و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 609 لیتره. موتوری با قدرت 473 اسب بخار داره و میتونه به حداکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعت برسه. مجهز به سیستم کنترل فشار باد تایر تا دوام و راندمان سوخت اونو افزایش بده. شماره 6 XCMG XDA40 یک کامیون پرقدرت و کم مصرفه که در چین تولید شده. برای ایمنی بالا طراحی شده و نیاز کمی به تعمیر و نگهداری داره. ابعاد آن 16 متر طول، 3.8 متر ارتفاع و 39 تن وزن داره. موتوری با قدرت 500 اسب بخار داره و میتونه به حداکثر سرعت 60 کیلومتر در ساعت برسه. میتونه 40 تن بار یا 24 متر مکعب رو حمل کنه و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 550 لیتره. دارای فناوری رانندگی تطبیقی، کنترل پایداری و عیبیابی خودکاره. شماره 5 ترکس TA400 یک کامیون با ظرفیت بالاست که در اسکاتلند تولید شده. برای ارائه کارایی بالا در سخت‌ترین سایت‌های شغلی طراحی شده و در پروژه‌های ساختمانی عظیم یا استخراج مواد معدنی در مقیاس بزرگ استفاده میشه. ابعاد آن 11.1 متر طول، 4 متر ارتفاع و 31 تن وزن داره. میتونه 38 تن بار یا 23 متر مکعب رو حمل کنه و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 490 لیتره. موتوری با قدرت 444 اسب بخار داره و میتونه به حداکثر سرعت 63 کیلومتر در ساعت برسه.
شماره 4 کوماتسو HM400 یک کامیون قدرتمند و سازگار با محیط زیسته که در ژاپن تولید شده. طراحی شده تا در صعب العبورترین زمین‌ها به طور مؤثر و کارآمد کار کنه. ابعاد آن 11.1 متر طول، 3.8 متر ارتفاع و 35 تن وزن داره. میتونه 40 تن بار یا 24 متر مکعب رو حمل کنه و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 518 لیتره. موتوری با قدرت 473 اسب بخار داره و میتونه به سرعت 56 کیلومتر در ساعت برسه. مجهز به چندین فناوری مانند کنترل کشش و سیستم صرفه‌جویی در مصرف سوخته. شماره 3 بل B50E یک کامیون با ظرفیت و کارایی بالاست که در آفریقای جنوبی تولید شده. برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کارکرد طولانی مدت طراحی شده. ابعاد آن 11.2 متر طول، 4.1 متر ارتفاع و 35 تن وزن داره. موتوری با قدرت 577 اسب بخار داره و میتونه به حداکثر سرعت 51 کیلومتر در ساعت برسه. میتونه 45 تن بار یا 33 متر مکعب رو حمل کنه. مخزن سوخت آن 630 لیتر ظرفیت داره و ویژگی هایی داره که نگهداری و کارکرد اونو آسون میکنه. شماره 2 کت 745 یک کامیون با بهره‌وری بالاست که در ایالات متحده ساخته شده. طراحی شده تا کارایی و دوام بالایی رو در کار در زمین‌های صعب العبور ارائه بده. ابعاد آن 11.4 متر طول، 4 متر ارتفاع و 33.3 تن وزن داره. دارای کابینی جادار با تجهیزات متعدد و کابینی با ظرفیت 2 نفره. دارای موتوری با قدرت 511 اسب بخار و حداکثر سرعت 54 کیلومتر در ساعته. میتونه 41 تن بار یا 25 متر مکعب رو حمل کنه و دارای مخزن سوخت با ظرفیت 550 لیتره. شماره 1 ولوو A60H یک کامیون با بهره‌وری و کارایی بالاست که در سوئد ساخته شده. برای عملیات سخت در زمین‌های صعب العبور طراحی شده. ابعاد آن 12.2 متر طول، 3.8 متر ارتفاع و وزن 43 تنه. دارای موتوری با قدرت 630 اسب بخار و حداکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعته و میتونه 55 تن بار یا 33 متر مکعب رو حمل کنه. دارای مخزن سوخت با ظرفیت 750 لیتره. اندازه بزرگ و قدرت آن به شما امکان میده چرخه‌های کاری کوتاه‌تری رو برای بهره‌وری بالاتر انجام بدید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید سیو کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. تیم کلیس به عنوان مرجع آنلاین صنعت ایران همواره در تلاشه تا بهترین مطالب رو برای شما عزیزان فراهم کنه. کلیس، مرجع آنلاین صنعت ایران.